همراه دی آزادی ترم یا نوروی که آخی مردم دواشخانه که مردم حیرونش دید چخیلی میگن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی قدر، امروز روزی یکم رمضان است. همه این مردم سربلندی تاجیکستان عزیز ما به این روزی رمضان، به این روزی مبارک، به این روزی عفو گناه ها شما را باز هم تبریک و تهنیت میگم. حاضر از مسجد پرسپکت میر نماز خواندیم، دعا و درود کردیم، آمدیم. کمتر نوارها رو تماشا کردم و پرامای افیری غرم لایف و دوست مراد و یادم شب تماشا کردم. ما در غریبی هم باشیم، در یاد وطن هستیم، در یاد مردم سربلندی تاجیکستان هستیم و چی ها میگذارد در اونجا ما هم با خبر هستیم. خدا نگهبانتون باشد. برادران قندلاتم، دو زمین جنبه که شد در وطن عزیز سربلندی تاجیکستان عزیزم، هر دوشم ما تماشا داشتیم، هر شما در تماس بودیم. قسم ما میخورم تلفن خطی سخن کیسه بدیم زمین جنبید. دینه شوام او شوام دینش اینم شوی گذشته گیرم. زمین جنبید، ما با خبر بودیم و حاضر سحری با خانه تماس گرفتم. حاضر هم گفت که امو شب خواب نکردیم، گفت شب خواب نکردیم و کردیم، گفت با ترس لاز خو رفتیم. این مردم سربلندی تاجیکستان عزیزم میترسن؟ از زمین جنبید ترسیدن. حاجی دوست مراد جان قندی باباش قندلاتون نباتی من ای چهارم ایتاج پیش اسماعیلی سامانی دا برآمدیم. ترس چی میترسی؟ انتظار شو دعا کنیم که اون روزی که به سری مردم ترکیه آمده بود به سری تاجیکستان عزیز سربلند نویا دعا کنیم در این روزی ماه شریف رمضان. اینقدر کینه و کدورتی که در دل ها داریم، اینقدر بدبینی نسبت وطن داریم، نسبت مردم داریم، نسبت علما ها داریم، نسبت ملا ها داریم، اینقدر نفرت. چی را انتظار نمیشه؟ انتظار شه. فهمیدی؟ چقدر طعنه و ملامت میکنین؟ یا تایدیگش برآمده یا کلش برآمده که سر در گیجو کل کردگی باشی. ای نامحترم، طبیعت گفته ایستی؟ خدا نمیگو. آفرین همین آفریدگار کی هست؟ الله نیست؟ طبیعت میگو یا؟ دلت ملایم نشیده اولیم دلت ملایم نشیده. اون روزی که با سری مردم ترکیه آمده بود کل تو یک کل سر در گیجو کل کردی. بابای بلاگر قچی صحبت که ایسته. سلام علیکم برادران قندم. رکلام را سر کردم. خدا نگهبانت باشه. من شرکت حاجیان تاکسی ها که گرانیسه بره قزاقستان روسیه میرن میاد. شما یکم بارن دیم باره نصیب باشه. رفته اومده است نه؟ چیکله هم شرکت همش سوز یگان داکیومنتی کامه که خیلی وایرون رنگ باشه چیکار میکنه؟ میگذرون میرم. ببین شرکت خوب چه کمبودی شید میتونه که با بابا زنگ زنه که کمبودی چیه. گمانی بد نکنین. ان شاء الله با همه تنگ آرام زندگی. فهمیدی؟ حادثه طبیعت بدین یگام ربط نداره. میگه قرآن کشادگی هستی تو با هم بسودیم. من میدونم که سوره ایزا زلزله ها زمین جنبی با سری کدام قوم نازل شدی. سوره ها با داملای عزیز و مهربان میدونم با سری قوم لوط نازل شد. همین خیلی من میفهمم که بخشیش داملا میدونم. قوم لوط چیکار کرد؟ چپاگردون شد، زلزله شد که این کل میگه بچینی حادثه طبیعی رفته ازای سری کل سرخ کردگی رفته ازای. خدا نمیترسی؟ برو نمره ما خطی گپ زنم. تو چه خیلی کسی؟ خلق همه حادثه طبیعی میگو میره میگذاری میره. ممکن روزا هم نگیری تو. یا بچین یک کار یک خرافات میگویم خیلی میگوی. این نوشگیر امرد نشوه توجیه که می هم خیلی
حادثه طبیعت وقتی که ایرامکا برآمدی، ایرامکای قانون کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که برآمدی، خدا در تپه سرت میزنه، فهمیدی؟ میرای میگیره میبرند. ایرامکا برآمدی، وقتی که ایرامکای قانونی اسلام برآمدی، خدا مهربان انم خیلی نشانت میتیا. نمیفهمی اولم تو، اولم سر در گیجو کال کرده تو، اولم نمیدونی. بخشیش با دایم ماه رمضان، ماه شریف رمضان میگن که اولم بابا براد من راز بر نمیکنم، من فکر خیلی بیان میکنم، من طرز سخنرانی من خیلی. و خدا بترسین، توبه کنین، یا برای راست بگی خداوند هدایتون کنه. چی قدر بدبینیه، چی قدر بدرفتاریه، چی قدر درمی دیلتون خیلی بدبینیه، درمی دیلتون یک بابو گپ زنن، دیلتون آزاد بگیرین، دیلتون کشاده بگیرین. ماه شریف رمضان های خدا را باور نکیزه، نه یک قسمش خدا را باور نکیزه. چی خیلی مردم شما رادیو آزادی هم چی خیلی نوار میکنی تو؟ مردم دیگه حیران میشه در نوارای تو. نه اسمت معلومه نه اصلا تمی رادیو آزادی ولی بخاطر شما صحبت میکنم، ولی یک قطعی لوبای که از ما صحبت میکنم. تاجیکستان عزیزم سازه، همه خیلی احتجاج بلند، همه خیلی چه خیلی زمین جنبید، خیلی جنبید ایست ولی یکم وای نیست، همه خیلی دوم سازا خشو کرده گن، یکم وای نیست، یکم فلاکت نیست. یک نو چی بخشید با چی میکنم، یک دومی آورین را برده نشون داده، تمام را با تعلق انداخته. رادیو آزادی نمیشناسین مرا، بابا بلوگر نمیشناسین، من بلوگرم، قطعی شما همتون سن من میکنم، قطعی همتون گم میزنم. نکنین خیلی برای راست، برای صراط المستقیم، همین راه تا راست برای یکم چی نمیشه. بسیار گپ خبرام بیان با اون آدمایی که با مرا نوار کردین، کو گپای مرا ضبط کردین، هوشتون رو دستتون بگیرین. من اون بابا نیستم که مرا شانتاژ کنین. بخشش ده ماه رمضان بای خیلی وای کیسم، ما دیل ما گپ زده استم، قطعی اون کس رازبور نکیسم. خیلی کو چی احوال شد؟ بخشش پشت اکران بخشش پرسیدی. من نوار تا میبروردم، تو مردک نبودی، نوار تا میبروردم. شخانه شا ما یوتیوب دا درو آمدم، میدونم که چیکار کنم در یوتیوب، خیلی گپ زنم، خیلی معامله کنم. پشت اکران شما قد شوخی کردم، خیلی در وای کردین ها. برادم آدینم بالا اکران برادم کار فعالیت ها، باز زمین میجیم با. همین کاری تو نامحترم اینم دین پریر شاو، همین کار تا ما در افیر برادم. نامحترم زمین برای تو جنبید. زمین برای تو جنبید، فهمیدی؟ نامحترم فهمیدی؟ نمرات برارم بمونم زنگ بزنم برای آنمو تو کثافت زمین جنبید، فهمیدی؟ چی کار کردی؟ ای خدا نمیترسین. ما ده هیچ شده مو یا مرده که مو کال بونه آفتی طبیعت گفته رفته سه تو مسلمان نیستی، ای خدا نمیبینی؟ خدا اولی نشونت میتتره، اولی تو انتظار شو تو با ما برو، قطعی ما شناس شو با آینده تا اولی من میدونم که آینده چی خیلی میشه. خود نامی خدا را نمیگیره. نکنین خیلی برای راست، فهمیدی؟ جوانو را باید ما تربیت کنیم، برای راست تربیت کنیم. کسی که من میگم لفظیش اینا تاجیکی لعنی شیرین تاجیک خطی کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان قرآن عظیم الشان گفته اسم شما را پاتون اگر همین دو طرف بیرون کنین که خدا در تپه سرتون میزنه، فهمیدی؟ خو رمکای قانون اسلام بروین، خو از رمکای قانونی حکومت کنستیتوسیا من همین قرار میفهمم، برو اومده خدا در تپه سرتون میزنه. تو چی گفته استی؟ برووردی یک تو آدمی که بدین بروورده رکلام کیسی بروورده یک خونه آورین رو نشون دادستی. آخه 24 اتاج کو آورون نشون تکو چی گپ شده گبجا جاشون دا قرارن 100% خوش روی سودا 24 اتاج ها 19 اتاج ها قرار خوش رو اسودیان یگام فلاکت نشیده یا آورین خونه رو اومده وای کرده. ایرو دینی مبین اسلام یک دوملو را برای پیش دوملو بپرسکو دوملو چی میگه؟ یکی یا عالمی مثال طبیعت شناس چی میگه؟ دور اگزار پرسیده مردم چون چی گفته است؟ خدا نگهبانتون باشه، خدا مهربان. ما در همین غریبی هم باشیم، در فکر وطن هستیم، در فکر آبادی وطن هستیم. ما دعا میکنیم که خدای مهربان یگام آفت در بالای مردم تاجیکستان عزیز نبیاره. تاجیکستان عزیز ما پیشرفته است،
دیدی خانه بلند هوا را هفت وال گفته استی خانه 24 اتاجه را نگاه کن. تاجیکستان عزیز باید ما همه وقت معرفی کنیم، همه وقت جوانو را سبب میشه یک کس که برای راست هدایتشون کنیم، جنگ جنجال و بدبینی را از دلهامون ببریم، ماه شریف رمضان 24 طاعت عبادت کنیم، روزه بگیریم. وقتی ما مسلمان هستیم یگام خیلی گپ خبر بی معنی نگیم، خلق یگام فکرش پریشان نکنیم. با درباره سوداگرو اول ما رولیکو انتظار شیم. چی بالاتون شده نرخ زیاد میکنین؟ برای هم برکت نمیوین. نرخ زیاد نکنین. نرخ زیاد نکنین برای هم برکت نمیوین. همه وقت دعاگو هستیم. خدای مهربان ملت سربلند تاجیکستان عزیز ما در پشت پناه اسمت خودشون نگهبان باشه و خدای مهربان مادرها چند وقت شتینم بعد زمین لرزه ما زنگ زدن میگن در تعلقه غلطیدیم و شدیم. آرام کردن در کار. آرام کردن در کار. هیچ گم نیست. هیچ نه ترسیدن در کار نیست. چیزی که خدا خواه همون میشه. بندش عدسش هیچی نمیبیه. فقط دعا و درود کنیم، هم دیگر دوست بداریم، مهر و محبت کنیم، یک دیگر فهمی کنیم، پیشرفت کنیم. زنده و سربلند باشین. باز هم ماه شریف رمضان مبارک باد میگم به شما. خب اگر اگه اون گپی پس بالا گفتم بخشش میپرسم از شما. ماه عفو هست، ماه عفو گناه هست. ان شاء الله با امر خدا با در تماس با شما. من رول کردم سرم کم تر وایرون شد خیلی. نکنین خیلی ان شاء الله با امر خدا همش تنج امانای از مکافاتی عمل غافل مشو. جوزی جو رویت گندم زی گندم. چی خیلی کی میکنی؟ کامراهای خدای تعالی نبلوده دوران هم خیلی با شما کم کم می جنبوناتون کی کشتون رو سرتون بگیرید.